سوال زیبایی دیگه از آزمون ماس. تاریخ 15 آذر 1403 میگه در ارتباط با بطنی از مغز گوسفند که نسبت به سایر بطنها در سطح پایینتری از مغز مشاهده می شود کدام مورد درست است؟ بچه این بطن چهارمه. خب و حالا سواله درباره بطن چهارمه. حالا میریم رو شکل نشون میدم که بطن چهارم از بقیه پایینتره. گزینه شماره 1 میگه در سطح جلویی آن بخش‌های دارای یافته‌های عصبی تقویت کننده اغلب اطلاعات حسی مشاهده میشن. بچه‌ها بخش‌های فلان منظورش چیه؟ داره میگه داره تالاموس ها رو میگه در قسمت جلویی آن تالاموس هاست، در حالی که این در قسمت جلویی بطن 4 نیست، در قسمت جلویی بطن 3. نگاه کنید. خب ببینید الان اینجا بطن چهارمه که داری میبینی از همه پایین تره. بچه اینجا بطن، اون ورش بطن یک، این ور بطن دوه که حالا مغز رو برش داده. اینجا بطن چندمه؟ بطن سومه. اینجا رو البته علامت زده. خب بطن سوم، بطن چهارم. اولی که بطن چهارم از همه پایین تره. خب این نکته اول. نکته دوم، بچه اینجا محل قرارگیری چیه؟ تالاموس هاست. آیا تالاموس ها در لبه جلویی این قرار گرفتن؟ نه دیگه، این منظورش تو بطن، کلا بطن 3 که جلوش تالاموس هاست. گزینه شماره 2 میگه در سقف آن بخش حاوی یافته‌های عصبی هماهنگ کننده ماهیچه ها و حرکات بدن حضور دارد. بچه این گزینه درسته. بخشی که به اصطلاح تنظیم کننده حرکات ماهیچه های بدن و ایناست، این کدوم بخش؟ مخچه است. اگه برای دیدن بطن 4 باید مخچه رو برش بزنی. نگاه کنید، نگاه کنید اینجا رو، این مخچه است. نگاه، این مخچه است. پس این گزینه درسته. گزینه شماره 3 مویرک های موجود در فضای داخلی آن قادر به ترشح مایع مغزی نخایی هستند. این غلطه. بچه ها تولید مایع مغزی نخایی داخل بطن 1 و 2 و تو بطن 3 و 4 ما تولید مایع مغزی نخایی نداریم. گزینه شماره 4 نسبت به سایر بطنها به غده چسبیده به تالاموس ها چیه؟ نزدیکتر است. بچه این هم غلطه. غده چسبیده به تالاموس ها چیه منظورش؟ اپیفیزه. میگه به اپیفیز نزدیکتره. این هم غلط. بچه نگاه بکنید اینجا، این اپیفیزه. خب غده چسبیده به تالاموس کدوم به این نزدیکتره؟ بطن 3 از همش به اینا، یعنی به اپیفیز نزدیکتره. 4 تا بطنی که داریم، بطن 3 به اپیفیز نزدیکتر از 3 تای دیگه است. سوال قشنگی بود.